وای جان چی کار میکنی؟ والا باش که امروز بچه ها فهمید شب کباب کده. کباب کباب جور کنیم برای بچه ها. مثلا چقدر نفر کباب جور میکنی؟ ما امیره برای 14 نفر جور میکنیم. خوبش. 14 نفر که در کم زندگی میکنیم. چه خاطر کباب جور میکنی امروز چی گپ است؟ امروز همین جشن برای بچه ها گرفتن، جشن روزی دست فهمیدی همون عید سعید فطر. خوبش. دیگه همون یک کباب کنیم برای بچه ها دیگه. آشپزش فقط تو هستی؟ نه ما همراه نجیب الله آشپزی میکنیم وردیم دیگه. خیلی خوبش. مسئولیت شده داشت دارم. خوبه بابا، خدا قبول کنه نظر خیرات شماره. خب خیر است، کلا خدا قبول کنه. خوبش بابا، خوب کباب به شما خوبش پخته شده. اما دیگه چند دقیقه دیگه پخته میشه؟ والا یک نیم ساعت دیگه میشه. نه امی کبابی که در روی چی است؟ یک 5 دقیقه پخته میشه بخیر. 5 دقیقه دیگه پخته میشه؟ بله. خوبش. بیاین دیگه دعوت هستیم. دیگه مرا که دیگه در تکلیف شدی، از بسیار شهر دورم آمدیم، از استکهلم آمدیم در اومیو. خوش آمدیم. والا اومیو یک خورده سرد است. والا